و قضاء الحاجه، میگه حتی به تشناب رفتن الی بناء الدوله، تا یعنی از طهارت گرفته تا خلافت. و قضاء الحاجتی الی بناء الدوله، از تشناب شروع میکنه، احکام در تشناب هم است، در نماز هم است، بالاخره خارج میشه از تشناب، نماز چه قسم میخوانی، روزه چه قسم میگیره، تا ساختن دولت و سیاست الحکم، تا ای که سیاست حکومت و سیاست المال، سیاست مال و شؤون المعاملات که معاملات و العقوبات و سرزنش ها، نظام قضایی و اصول العلاقات الدولیه و دیگه اساسات روابط بین المللی فی السلم و الحرب، در حالت صلح و در حالت جنگ. یعنی میگه اسلام یک منهج کامل است که تمام ازیره شامل میشه. پس انسان مسلمان باید به دین اسلام چی داشته باشه؟ مخلصانه تمام احکام الله را در تمامی بخشش بپذیره. و اگر کسی قانون دیگه را میپذیره، پس از این خاطر این رفته به یک دین دیگه. این دموکراسی در عصر امروزی یک دین گفته میشه. چرا؟ در اونجا قوانین است، همین قوانین هست که اونا ضد اسلام است. پس اینال که دین اسلام است دیگه ادیان کفری هست. از این خاطر انسان مسلمان صادقانه و مخلصانه به دین اسلام و به احکام اسلام و به کمال انسان اسلام به کلش باید اخلاص مخلصانه ایمان داشته باشه و تطبیق بکنه. حکم سوم، ارکان و شروط لا اله الا الله را باید امی انسان چی کنه؟ ارکان و شروط کلمه توحید را مخلصانه بپذیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامه، سعادتمندترین انسان به شفاعت ما در روز قیامت من کسی است که قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه، یعنی لا اله الا الله خالص مخلصانه از قلب و نفس خود بگوید، از قلبش یا از نفسش. پس اگر یک کس لا اله الا الله بگوید ای خالصانه از قلبش نباشه، باز ای دیگه ای گفتنش به فایدهش به دردش نمیخوره. پس وقتی که در زبان میگه انال خالصا من قلبه، در قلبش مخلصانه به او ایمان داشته باشه. ابو سلیمان دارانی میگه وقتی بنده اخلاص نماید وسوسه ها و ریا از وی قطع میشه. اینه وقتی که انسان واقعا اخلاص داشته باشه، باز در قلب از دیگه وسوسه ها از بین میره، ریا از بین میره که فلانی تو گفت، فلانی تو گفت، فلانی را خوب گفت، فلانی بد گفت، این کلش از بین میره. میگه من کار به خاطر رضایت الله میکنم. کسی که خوب گفت خانه‌اش آباد، کسی که بد گفت خانه‌اش آباد. ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء کالمسافر. میگه یک نفر عمل میکنه اخلاص نداره و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره، میگه این مثل چی ورس؟ میگه کالمسافر، میگه این مثل یک مسافر است که یملأ جرابه رملا، که امو جراب، ما شما جراب میگم اینجا جراب مقصودش امو بورجی یا خلطه، همون چیزی که مثلا در وسایل گذاشته میشه. اینا رو میگه مثل مسافر هست که امو ظرف خدا چی پر میکنه؟ رملا، از خاک. یثقله ولا ینفعه، اینا بارش ثقیل میسازه، هیچ فایده نمیرسانه. اینا خاک پر کردن هیچ فایده نمیرسانه. چرا؟ عملش بدون اخلاص است. حکم چهارم اخلاص چی هست؟ یعنی چنان اخلاص نماید که در مخلصین شامل شوند. یکی مخلصین است، یکی مخلصین. مخلصین کسایی که عبادتشان خالصانه بر الله میکنن و ای کسی که همیشه اخلاص می داشته باشه، همیشه اخلاصش هم دوامدار است، بالاخره الله سبحانه و تعالی در قلب ازی مهر اخلاص میزنه. باز اینا مخلص گفته میشه. مخلص اسم فاعل است، مخلص اسم مفعول است. و شیطان هم که گفته الا عبادک منهم المخلصین، یا الله او بنده های تو را ما چی کردن میتونم، یعنی گمراه کردن نمیتونم که تو در قلب از اونا مهر اخلاص زدی.
اینا کافرها که گناه میکنن الله متعال میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میگه قلبای از اینا چرا زنگ زده شد؟ بابایی که خوب اینا گناه کردن قلبشان کثیف شد، نجس شد، پر از شرک و کفر شد، زنگ زد. بالاخره الله سبحانه و تعالی ختم الله علی قلوبهم، باز به قلبهایشان مهر میزنه که دیگه باز اینا دیگه به طرف حق رجوع نمیکنن. اما در قلب مؤمنین موحدین الله سبحانه و تعالی قلبش چی میذاره؟ قلب زیر پلاس. وقتی که اخلاص داشت مهر اخلاص برای زده میشه. باز اینا را مخلصین گفته. اینا در قرآن شریف شما سعی کنین مخلصین به فتح لام استعمال شده هست. اینا لا اله الا الله کلمه اخلاص است. چرا کلمه اخلاص است؟ به خاطر ازی که تلفظ کننده واقعی ازی توحید را خالصانه به الله میگردانه. کسی که واقعا این کلمه را معنایش میفهمه، ارکانش میفهمه، شروطش میفهمه، باز ایره با اخلاص ادا میکنه. متاسفانه که امروز در بین هزار مسلمان 10 نفر اگر در بین مسلمان ها حساب پرسان کنی 10 نفر از او امی ارکان لا اله الا الله را نمیفهمه، شروطش را نمیفهمه، تعهداتش را نمیفهمه. حتی کسایی که در شرایط و در دین و ماستری و دکترا دارن پرسانشان کنی که امی ارکان لا اله الا الله را و شروط لا اله الا الله را و تعهدات موکب لا اله الا الله هستمی را بگو نمیفهم. از خاطر در بین امت چی هست؟ در بین امت امی انشقاق است، جدایی است، اختلاف است. چرا؟ هر قدر که انسان از دین دور شد به مو اندازه در بینشان اختلافات و فتنه ها زیاد می باشد. یگانه راه نجات چی است؟ اخلاصه که قلب انسان 100% خالص باشد. شما بگین عسل خالص. عسل خالص کدام عسل میگه؟ عسلی که از زنبور عسل گرفته شده باشه. اگر یک قطرام دبین از او مثلا بوره یا چیز دیگه انداخته شده باشه بازور ماشینا نشان میده که نه عسل خالص نیست، نه چیزهای دیگه گت شده. پس عسلی که مثلا برای مریض منفعت میرسانه کدام عسل است؟ عسل خالص است. کور آدم بخوره مثلا حتی شفا هست برای بسیاری از مرض ها. حکم پنجم چی است؟ اخلاصی داشته باشد که شرک اصغر و اکبر را از قلب و عملش دور نماید. یکی شرک اصغر است، یکی شرک اکبر. شرک اصغر چی است؟ اصغر به معنای کوچک است. و هو کل من کان ذریعه الى الشرک الاکبر. علما میگن شرک اصغر شرک هست که این وسیله هست برای شرک اکبر و وسیله للوقوع فیه. همین شرک اصغر وسیله هست برای واقع شدن در شرک اکبر. او ما جاء فی النصوص تسمیته شرکا، یا ای که مثلا بعضی از گناه ها هست که بر از او شرک گفته شده ولم یصل الى حد الاکبر، لکن این گناهش به حد کفر اکبر نرسیده. و هو یقع فی هیئت العمل و اقوال اللسان. مثلا گاهی انسان یک عمل شرکی می باشه یا مثلا در زبان یکان چیز شرکی می باشه. دلیل چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. گفت از چیزی که بسیار بالای شما میترسم و شرک اصغر است. قالوا و ما الشرک الاصغر؟ میگه صحابه پرسان کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک اصغر چیست؟
خب نت دوباره جور شد از سر خواره، اما حدیث شروع میکنم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت از چیزی که من بسیار بالای شما میترسم و شرک اصغر است. قالوا، میگه صحابه گفتن که و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ گفتن شرک اصغر چی هست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ شرک اصغر چی هست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال الریا، گفت که ریا کس ریاکاری یه از جمله شرک اصغر است. و اینال ریا چی هست؟ علما میگن که یکی امی اخلاص که است ریا و سمعه را از بین میبره. ریا چی هست؟ میگه هو فعل الخیر لارادت الغیر. ریا چی هست؟ انجام دادن یک خیر که در نیتش غیر الله باشه، مخلوق باشه. این ریا میگن. یک نفر یک عبادت هم میکنه، یک نماز هم میخونه، یک چیز هم میکنه، لکن در نیتش چی هست؟ مخلوق است. چی میگن؟ این ریا میگن. خب فهو عمل الصالحات، میگه این شخص عمل کرده به کارهای نیک لکن یرید مدح الناس و ثناءهم. میگه این میخواد که مردم برش خوب مدح و ثنا بکنن. بسیاری دعوتگرا را ببینی دعوت شروع میکنه، وقتی که مردم مدحش کرد بسیار خوشحال است، ریاکار است. اما اگر یک کسی یک کمک سرش انتقاد کرد یا یک چیزی برش گفت، بازی چی میکنه؟ بازی همین دعوت ترک میکنه و فرار میکنه، اعلام میته کل چیزه. پس چرا این کار کرد؟ به خاطر ازی که در قلب از ریا بود. اینال دعوتگر یا مؤمنه که این اخلاص داشته باشه و از ریا خلاص باشه، این نه از توصیف کس خوشحال میشه که توصیفش کنه که تو بسیار چقدر لایق هستی و چقدر زیبا و شیرین زبان هستی و چقدر خوب تبلیغ میکنی، و نه هم از بدگوییشان بخیزه باید که تو وهابی هستی و تو خوارج هستی و تو تکفیری هستی و تو فلان هستی و تو فلان هستی، تو جاهل هستی و تو نمیفهمی. به این هم خفه نمیشه. چرا؟ این میفهمه که من خب به خاطر رضایت الله میکنم. وقتی که به خاطر رضایت الله میکنم، از مدح کسی خوشحال میشم و نه از بدگویی کسی خفه میشم. اینال اینی را ریا میگه که یک نفر اعمال صالحه را به خاطر چی بگویه؟ به خاطر مدح مردم و ثنایش بگویه، که مردمی را توصیف بکنه که اوه تو چقدر لایق هستی، چقدر فامیده هستی، چقدر فصیح هستی، چقدر بلیغ هستی. یا مثلا خیرات و صدقات میکنه برش بگویه که تو چقدر انسان چی هستی، تو چقدر انسان سخاوتمند هستی. یا مثلا جهاد بکنه با یک مردم برش بگویه اوه تو چقدر شجاع هستی. اینال از اینمی ریاکاری ها باید انسان دور باشد. سمعه چی را میگن؟ سمعه را میگن که هی العمل لاسماع الناس. عمل میکنه که باز مردم ایره بشنون، مردم بشنوه. باز مثلا اگر شب یک دو رکعت نماز خواند، صبح باز بر کلی قصه میکنه که این شب من خیستم اینقدر نماز خواندم. اگر روزه نفلی گرفته بر مردم قصه میکنه که من روزه نفلی من تو این روزه را روزه میگیرم، چطور میکنم؟ این یا کلش شنواندن عمل خود برای مردم چی هسته؟ این سمعه گفته میشه. پس انسانی که این واقعا اخلاص داره، نه ریا میکنه و نه هم سمعه میکنه، اعمال خیر میکنه ولو که هیچ کس سرش خبر نداشته باشه. اینی ریا و سمعه که از چی هستن؟ اینا شرک اصغر هستن. و شرک اکبر چی هست؟ شرک اکبر بازی است که شریک نمودن مخلوق در ذات، صفات، افعال، عبادت، اطاعت و نامها. در 6 چیز وقتی که مخلوقت که از داخل کرد، شریک کرد، این باز شرک اکبر میشه. به این 6 چیز چی است؟ مثلا در ذات الله اگر شرک آورد، یا در صفات الله شرک آورد، یا در افعال الله شرک آورد، یا در عبادات الله شرک آورد، یا در اطاعت از احکام الله کس را شریک ساخت، قوانین غیر سر خود قبول کرد، و یا در نامهای الله شرک آورد. اینال شرک اکبر کس چی است؟ شرک اکبر ضد توحید است. چنانچه کفر ضد ایمان هست. اینال کفر ضد ایمان است، شرک اکبر ضد چی است؟ ضد توحید است. که در شرک مبتلا میشه
باز او را موحد گفته نمیشه. و شرک اکبر حکمش چی است؟ که انسان از ملت اسلام انتقال میده، اعمالش از بین میبره، زنش سرش طلاق میشه، نکاحش خراب میشه، صاحبش را برای ابد در جهنم قرار میده. نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک. حکم ششم چیه؟ اینا پس ما و شما فهمیدیم که اخلاص چی بوده؟ اخلاص عبارت از این هست که شرک اکبر و اصغر کاملا از بین ببره. اینی کسی که از شرک اکبر و از شرک اصغر خلاص شد، واقعا اینی انسان چی داره؟ این انسان واقعا چی هست؟ واقعا انسان مؤمن موحد است که این مخلص هست و کلمه لا اله الا الله را به اخلاص گفته. چرا؟ از شروط کلمه لا اله الا الله اخلاص است. کسی که کلمه روز 1000 مرتبه کلمه بخونه لکن اخلاص نداشته باشه، کلمه ازی به دردش نمیخوره. حکم ششم چی است؟ کسی که در عباداتش مخلوقی را شریک نمود، اخلاص به الله نکرده است. یعنی ولم يحقق الإخلاص لله تعالى من دعا غيره وإن كان نبيا أو صالحا أو ملكا أو استشفع بجاههم أو ذاتهم إلى الله تعالى في طلب خير أو كشف ضر. اینجا علما چی میگن؟ میگن لم يحقق الإخلاص لله تعالى، میگه اخلاص به الله را درست انجام نداده هست. من کسی که دعا غیره، کسی که طلب کرد از غیر الله، از غیر الله دست خود به بارگاه غیر الله بلند کرد و از غیر الله خواست، و این کان نبیان، ولو که غیر الله پیغمبر باشه، اگر از پیغمبر طلب کرد، این هم اخلاص به الله نداره، چون پیغمبر است، اما طلب و دعا و تراک است از الله میشه. الله متعال ادعونی استجب لکم، از ما طلب بکنین، دست دعا را به بارگاه ما بلند بکنین. اینا رو علما میگن که اگر یک کسی دست دعا را پیش قبر پیغمبر بلند میکنه که پیغمبر بر ما بچه بده یا دختر بده یا شفا بده یا مرا در جنت ببر یا مرا زخم نجات بده، اینا این میگه ولو که می شخص پیغمبر هم باشه از پیغمبر خواست، او صالحا یا کدام صالح باشه از اولیاء الله باشه، او ملکن یا حتی از ملائکه خواست که این جبریل بر ما بچه بده یا دختر بده یا مرا در جنت ببر، چیزهایی که از الله خواسته میشه، میگه ایره اگر از پیغمبر بخوایم یا امی چیز از پیغمبر بخوایم یا از یک شخص صالح بخوایم یا از ملائکه بخوایم، دیگه چی است؟ ایناله اگر یعلم ما چی میگن؟ ولم یحقق الاخلاص لله تعالی، و میگه این اخلاص واقعانه به الله نکرده. من دعا غیره، کسی که طلب کرد از غیر الله، دست دعا را به غیر الله بلند کرد و چیزی که از الله خواسته میشه از غیر الله خواست، و این کان نبیان، ولو که غیر الله پیغمبر باشه. یعنی ما نباید چیزی را که از الله میخوایم از پیغمبر بخوایم، یا صالحا یا کدام شخص صالح و نیک باشه، یک ولی از اولیاء الله باشه، او ملکن یا ملائکه باشه، اینا کلشان مخلوق هستند. چیزی که از خالق خواسته میشه، المجیب الله هست، اجابت کننده دعا الله هست. اما یجیب المضطر اذا دعا، الله میگه یک نفر که در حالت سخت باشه، در حالت اضطراری باشه، کی اجابت میکنه؟ اینا اینجاست. او استشفع بجاههم، یا میگه اگر کسی بجاه و یا الله بجاه فلانی یا به ذات فلانی یا به مقام فلانی از تو طلب میکنه، میگه این کسا اینمی کارا را که میکنه
فی طلب خیر او کشف در، در طلب خیر یا در دور شدن یک ضرر، اینمی میگه به الله 100% اخلاص نکرده هست. اخلاص 100% به اللهی است که آنچه که مخصوص الله هست او رو فقط از الله طلب کنیم. او چیزی که از الله باید خواسته شود او باید از الله بخواهی. او چیزی که بغیر از الله کسی دیگه داده نمیتونن او رو باید از الله بخواهی. اگر از غیر الله خواستی ولو که غیر الله پیغمبر یا ملائکه هم باشه، این انسان باز اخلاص درست نکرده هست. اینی مشکل پیدا میشه. حکم هفتم چی است؟ کسی که از قوانین مخلوقات اطاعت میکند اخلاص به الله نکرده است. این بسیار خطرناک است. کذالک لن يحقق الاخلاص لله تعالی، میگه واقعا این اخلاص برای الله متعال نکرده است. من اطاع غیره، کسی که اطاعت در قوانین و احکام از غیر الله اطاعت کرده و غیر رسوله و از غیر رسولش در چی؟ فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احل الله، در حلال ساختن و آن چیزی که الله را حرام کرده یا در حرام کردن چیزی که الله را در حرام کردن چیزی که الله را حلال کرده. ان رضا و طمانینت قلب، که به این راضی باشه و اطمینان قلبی داشته باشه. ایناله اگر کسی میخیز از یک پادشاه، رئیس جمهور یا از کدام قانون ساز یا حتی از یک عالم یا حتی از یک شیخ، او کسی که هر کسی که باشه که ضد شریعت الله، او حلال الله را حرام بگویه و حرام الله را حلال بگویه، از این اطاعت میکنه، این اخلاص نداره. اکثرا کسایی که اخلاص ندارن چی مشکل دارن؟ وقتی که پیش استاد درس خواندن، دیگر روزی استاد یک فتنه مبتلا شد. یک فتنه مبتلا شد، عقیدهش خراب شد، یا خیس مثلا ضد شریعت الله گپ زد، یا مثلا در یک حزب رفت و او حزبش رئیس حزبش گمراه شد و در غلطی مبتلا شد. ای باز چی میکنه؟ میگه نه ای استادم است، ای رئیس حزبم است، ای بزرگم است، یا مثلا ای از قوم است یا فلان است. ما دیگه از چی میکنم؟ او خبرش میگه که علی خواه نسک و کفر میگه، حلال حرام میکنه، حرام حلال میکنه. میگه نه ما از نمی ولو که حلال حرام کرد، حرام حلال کرد، ما از نمی چی میکنم؟ پیروی میکنم. اینا علما میگن که این کسی که این کار میکنه ولو که این قانونی را که مثلا اطاعت میکنه که ضد شریعت الله هست، یا پیروی از عالم میکنه که ضد شریعت الله گپ میزنه، این باز میگه اخلاص نداره. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که واقعا صادقانه و مخلصانه اخلاص داشته باشیم برای الله و تمامی اعمال ما را خالصانه و مخلصانه با الله سبحانه و تعالی انجام بدیم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.